محیط زیست از جنبه‌های مختلف و از جمله چون در زمستان پیش داریم آلودگی هوا هستش، موضوعات دیگه هستش که خب باید به این نکته توجه بکنیم. و دیدم یکی از مسئولین و کمیته های مربوط به کمیسیون کشاورزی هم مطلبی گفته بود، حالا عدد و رقمش رو من نمیدونم ولی اصل این مطلب درست هستش و انشالله پیگیری بکنیم که مسئولین ذی‌ربط خودشون انجام بدن. یکی از مسائلی که قوه قضاییه از سال قبل پیگیری کرد و به حمدالله بعضی از استانها موفق بودن به نتیجه رسید این بود که در جهت همون اجرای قانون مربوط به محیط زیست در رابطه با کسانی و کارخانه ها و شرکت ها و دستگاه هایی که باید حقوق آلایندگی را، عوارض آلایندگی را پرداخت می‌کردن تا در همون زمینه مصرف بشه.